میبینید چی خریدم؟ اصلا هم نبینید. کادوی مناسب برای اکس. درسته برای اکس مناسبه، ولی موضوع آب نباته نیست. موضوع اینه که امروز من تلاش کردم که بعد مدت ها با 2 نفر برم بیرون و به تنهایی خودم غلبه کنم، ولی متاسفانه اون 2 نفر از من کوچیک‌تر بودن، من نادیده گرفتن و تمام مدت با من حرف نزدن و من مثل یه روح بودم. تمام مدت حوصله‌ام سر رفته بود و بعد که آخر سر خب زیادی خوشمزه است. واقعا برای اکس زیادی خوشمزه است. و بعد آخر سر که خواستم برم خونه برگشت گفت که تو زیادی پیری، باید بری خونه بگیری استراحت چرا کنی. باید توی توالت آب نبات درست کنن؟ و بعد حتی گفتش که شاید 10 سال دیگه من شبیه تو بشم. وای اصلا خیلی خیلی بدترین روز زندگی من بود. و من همینجا تصمیم گرفتم که به تلاش خودم ادامه ندم و همیشه تنها بمونم و تنها بمیرم.